رفتار و کردار انسان. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: در روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی دارد تا اینکه از عمرش پرسیده شود که آن را چگونه گذرانده، و از علمش که تا کجا به آن عمل کرده، و از مالش که از کدام راه آن را به دست آورده و چگونه خرجش نموده، و از جسمش که آن را در کدام راه پیر کرده است. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي ذرياتنا وفي أبداننا، اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين.